سلام. در این جانان تاک میخوایم با سعیده صالح غفاری صحبت کنیم. مدیر انجمن اوتیسم و کسی که تلاش کرده با مادرانگی خودش دنیا رو برای بچه‌های اوتیسم به جای بهتری تبدیل کنه. میخوایم گپ بزنیم در مورد اینکه در حوزه اوتیسم این انجمن چطور داره فعالیت میکنه، مدل درآمدیش چیه، بخشبندی مخاطبانش چیه، از چه نوآوری‌هایی کمک میگیره و در نهایت چطور تونسته اثر بذاره توی این جامعه. با ما همراه باشید. چند روز مونده بود که دختر قصه ما 2 سالش بشه، ولی مادرش دل و دماغی برای تولد گرفتن نداشت. برای مادر شده بود حسرت که یک بارم که شده کودک معصومش رو بدون جیغ و داد و گریه بغل بکنه. خیلی‌ها میگفتن ببریدش پیش دعانویس، خیلی‌ها میگفتن دختر مشکل داره، عقب مونده است و حرف‌های دیگه. و دختر قصه ما هیچ مشکلی نداشت، فقط بیماری اوتیسم داشت. افرادی هستن که امروز دارن به بیماران اوتیسم کمک میکنن. امروز قراره با یکی از این افراد صحبت کنیم. سلام خانم دکتر. سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم. سلامت باشید. یه معرفی از خودتون میگید؟ بله حتما. من سعیده صالح غفاری هستم، مدیر عامل انجمن اوتیسم ایران و خیلی دوست دارم بهم بگن صالح غفاری، همیشه صالحشو میزنن و به اسم غفاری تقریبا معروف ترم، ولی خودم صالح غفاری رو بیشتر دوست دارم. واسه مصاحبه سعی کنیم حتما بگیم. سعیده صالح غفاری متولد 1349. کجا؟ تهران. سعیده صالح غفاری متولد 49 تهران. بله. یکم از دوران کودکیتون میگین؟ حتما. خیلی دوستش داشتم، خیلی دوران کودکی خوبی رو طی کردم. پدر مادر عزیزی داشتم که همیشه انقدر تلاش داشتن تا به ما این آزادی عمل رو بدن که خودمون باشیم، هر جا که هستیم خودمون باشیم و اینو از کودکی به ما آموختن. و در این حال که خانواده‌ای بودیم که نسبتاً از لحاظ اقتصادی شرایط مناسبی داشتیم، ولی من همیشه دنبال یک نوع فعالیت‌هایی بودم که خودم رو نشون بدم و با خودم بازی کنم. یادم کتاب که میخوندیم مثلا توی کوچه بساط پم میکردیم، کتاب میذاشتیم به عنوان اینکه یک کتابخونه حالا تو کوچه ای بچه‌ای میامدن حق عضویت میدادن، کتاب میگرفتن و از این جنس کارها همیشه یادم مثلا توی دوران راهنمایی من تدریس خصوصی میکردم، آموزش رو دوست داشتم، ارتباط رو دوست داشتم و تو همه این موارد با اینکه یک حالا شرایطی شاید اون زمان حاکم بود که خیلی دست ما باز نبود برای ارتباط گرفتن با محیط‌های اطراف، ولی من این امکان برام فراهم بود و خدا رو شکر میکنم. یادم کوچیکترم که بودم عموی پدرم یه خاطره همیشه از من تعریف میکرد، میگفتش که ما با شما هر جا که میرفتیم شما خانم دکتر بودی، یعنی قرص می آوردی، من که مریض میشدم مثلا یه چیزایی درست میکردی واسه خودت تو آشپزخونه می آوردی، میگفتی که مثلا بخور من دکترم. خب از کودکی کلا حرفه پزشکی رو هم خیلی دوست داشتم و نهایتا تو کنکور 3 سال پشت کنکور موندم، ولی با رتبه 1000 خورده‌ای هی 200 تا بالا پایین آخر سر مامایی دانشگاه شهید بهشتی قبول شدم. پس این حس از دوران کودکی بوده که کمک بکنید به افرادی که یه جاهایی حالا ضعف دارن، یه جاهایی نیاز دارن. اینو از همون کودکی داشتید؟ انگار دوست داشتم. بله همه اینطوری میگن. ولی در کودکی چون آدم‌های خاصی شاید خیلی دور و براتون نبودن، یک زندگی نرمال معمولی در یک محله نرمال. نه ما خب اصلا خواهرم خاص بود. من کوچکترین خواهرم نجمه که به دنیا اومد با اختلالات شدیدی از لحاظ جسمی و از لحاظ عملکردی، رشدی، تکاملی، حالا کم توانی، بوردرلاین بود. بعضیا میگفتن که مثلا 70% میتونه تو جامعه حضور پیدا کنه. نجمه لب شکری داشت، شکاف کام داشت، نارسایی قلبی داشت، نارسایی ریوی داشت و بعد به کلام نمی افتاد، عضلاتش نمیتونست اونقدر خوب بیان رو براش ایجاد بکنه. از همون ابتدا دیگه پدر مادر من تقریبا بیشتر مادر وقف نجمه شدن و خیلی مامان تلاش کرد که
مرتب نجمه رو به یه شرایطی برسونه که بتونه مثل یک فرد عادی تو اجتماع ظاهر بشه و هیچ وقت نجمه رو قایم نکرد، هیچ وقت یه پشتی پنهانش نکرد. مامان من مدرس بودن و همیشه نجمه کنار مامان بود، چون نمیتونست اصلا تنها باشه و تنها زندگی بکنه. چند سالتون بود موقع ما در حقیقت نجمه متولد 57، من 49 هم. انگار که بله، من شاید ارتباط سنیم خیلی نسبتا زیاد بود، ولی خب اون حس مادر کوچولو بودن و حمایت کردن اونجا هم بود. اون قرصی که به دایی میدادید اینجا اتفاق میفته. یه ذره فرار میکردم، انگار که یه ترسی داشتم از این که خب حالا مامان هست، نجمه مال مامان، یعنی هممون هی میگفتیم نجمه مال مامان. شاید هم به خاطر شرایط خاصی که نجمه داشت احساس میکردیم اگه ما ورود کنیم بیشتر کار خراب میکنیم، برای همین همه جور حمایت رو مامان میکرد و دقیقاً رسیدیم به این نقطه عطفی که وقتی که ما مادر رو از دست دادیم انگار که فهمیدیم که چه ثروتی بود برای همه ما و برای همه کسایی که مامان به عنوان استادشون تدریس میکرد و بعد مخصوصا برای نجمه‌ای که الان تازه برای ما این سوال به وجود اومد که حالا که مامان نیست، بابا هم که قبلا نبود، الان قصه چجوری میشه؟ مسئولیت‌ها کی باید برداره؟ و مسئولیت‌ها رو کی باید برداره؟ و همه این دغدغه آینده هست که آدمو یه جا گیر میندازه که آینده چی میشه. خب توی دوران کاری من هم حالا اگه اجازه بدید یه گذری از کودکی گذری دانشگاه بزنیم. بله، پس الان بله. من تا الان میدونم که سعیده صالح غفاری تو 8 سالگی با یه معضلی، با یه شخصی مواجه شده که حس خیلی قوی هم بهش داشته، یعنی براش مهم بوده این موضوع و تا یه زمانی مسئولیتی نداشته، چون احساس میکرده بقیه دارن مسئولیت رو انجام میدن. از یه جایی به بعد مواجه شده با یک مسئولیتی و حالا همین آدم میرود در دانشگاه مامایی میخونه. بله. تغییری ایجاد شد؟ این مامایی خوندن باعث شد به یه سمت دیگه گرایش پیدا کنید یا نه باز همون ویژگی؟ لزوما مامایی که اصلا عاشق مامایی بودم. وقتی که ما بچه رو میگرفتیم تو اتاق زایمان، انقدر کودک و اون گریهش و اون حس زندگیش و حس بودنش و حس عشقی که مادر به اون نوزاد داره میده لذت بخش بود که جای این داره که من از شغلم احساس رضایت کاملی داشتم. اما اینجا اون نقطه عطف دوم برای من به عنوان یک کسی که مامایی داره میخونه ایجاد شد. چی بود؟ من همسرم برای ادامه تحصیل از طریق دولت منتخب شد که بریم هلند و 2 سال ما اونجا بودیم که ایشون بتونه ادامه تحصیل برای فوق لیسانس بشه. دقیقاً سال اولی که من قبول شده بودم، خب مجبور شدم 1-2 ترم مرتب مرخصی بگیرم. خب من اونجا که رفتم دیدم که چقدر مردم فعالن، چقدر سازمان‌های مردم نهاد اونجا دارن کار میکنن، چقدر تو حوزه کودکان، تو حوزه مادران، تو حوزه سلامت میشه کار کرد. و خب اونجا قبل از این آشنا نبودیم با سازمان مردم نهاد؟ نه به این شکلی که بعد از اتفاقی که برگشتم آشنا شدم. و خب اینجا تازه داشت سالهای 78 79 تازه داشت گفتگوهای ایجاد سازمان‌های مردم نهاد به شکل رسمی شکل می‌گرفت و تقریباً فیلد کاری من اصلاً از من وقتی برگشتم تحصیلم رو تموم کردم دیدم که من چقدر دوست دارم تو این حوزه فعال باشم، دوست دارم تو این قسمت کار بکنم، دوست دارم با مردمم باشم، دردشون و مشکلاتشون و خصوصا حوزه کودکان، چون از اول حوزه کودک رو دوست داشتم. این شد که یه سری آسیب، یه سری سازمان مردم نهاد کاملا و تلفیق این ستا شد. من که برگشتم توی بعد از اینکه دوران طرحم رو تو 2 تا از حالا حوزه ها تموم کردم، 2 سال طرحم که تموم شد توی مرکز بهداشت غرب تهران توی شهرک اکباتان، تو مرکز بهداشت غرب شهرک اکباتان مشغول شدم که اینجا فعلا انجیو نیست. هنوز انجیو نیست. اونجا که رفتم یه فیلدی بود به اسم رابطین بهداشت، یه جور انجیو سلامت بودن و جالبه که من اصلا از قسمت مامایی که تو حوزه بهداشت واکسیناسیون بود، قد و وزن بود، همه اینها انگار ناخودآگاه مدیریت اون مجموعه و از خود مرکز بهداشت من سوق داده شدم به سمت کار رابطین بهداشت و اونجا یک پروژه مطرح شد. آقای دکتر ملک افضلی ذکر خیرشون همیشه برای من هست به عنوان یک استاد خیلی بزرگ. اینها اومدن یک برنامه رو شروع کردن به عنوانی که شهرک اکباتان بشه پایلوتی برای اینکه سازمان‌های مردم نهاد حوزه سلامت مدنی در این شهرک شکل بگیره و کانون‌های مختلفی به اسم کانون جوانان، کانون بانوان
کانون جهان دیدگان و کانون کودکان تشکیل بشه. و شما پوزیشنتون چی بود؟ ارتباط دهنده بین این کانون؟ دقیقاً من اونجا ناخودآگاه خودم دوست داشتم و هل داده شدم به این سمت که اصلا اومدم تو شکل دهی این کانون ها. در کنار دوستان دیگری که کنارم بودن عملا شدم هسته‌ای که آخرین قسمت کانون کودکان ایرانیان رو خودم اصلا مؤسسش شدم و ایجادش کردم و یکی از کانون‌های کودکان. دقیقاً. این از اون فضای تحصیلیه دیگه اومدید تو فضای عملیات. دقیقاً. و علاقه که طبیعتاً داشتید، توانش هم داشتید، یعنی اون مواجه شدن با جامعه هدف رو می‌دیدید. توانم چند برابر شد. احساس می‌کردم چقدر میشه تو این حوزه کار کرد، چقدر میشه به مردم نزدیک شد و چقدر میشه از مردم درس یاد گرفت، چقدر با مردم بودن لذت بخشه و اساساً حوزه کودک. دقیقاً من اون موقع فرزند دومم رو داشتم به دنیا می آوردم و هیچ وقت یادم نمیاد که برای پریسا من چقدر تلاش میکردم که اولا کودک سالمی به دنیا بیاد و بعد جدیدترین رویکردهای آموزشی، دوره‌های آموزشی، برنامه‌های آموزشی رو بگردم تو کشور پیدا کنم و برم و درس بگیرم، تو کلاس‌ها بشینم و دیگه پریسا انگار شد که با من با کالاسکه یادم سر کار می آوردمش، اصلا تو محیط کار با من بزرگ شد و انگار من با این حوزه کودک کم کم راه رو یاد گرفتیم و کم کم سعی کردیم که یکم ورود پیدا کنیم. الان اون بحث انجیو رو داریم، مادرانگی رو داریم، مواجه شدن به یک آسیب در خانواده نزدیک رو داریم و یک مقدار دانش در واقع مامایی که شاید خیلی هم سمتش نرفتید. با این داشته ها، با این ابزارها اومدید رسیدید به جایی تحت عنوان انجمن اوتیسم که دیگه کاملا هم مواجه بود با جامعه آسیب دیده. چرا اوتیسم؟ چرا حوزه کودکان نمونده؟ دقیقاً ما از سال 78 تو حوزه کودکان بودیم تا سال 82-83. ما همینطوری که تو حوزه کودکان کار میکردیم دقیقاً اصلا کارمون رفت تخصصی و خلاقیتی روی کودکان با نیازهای ویژه و مشکلاتی که کودکان داشتن مثل شب ادراری، مثل ناخن جویدن، مثل مشکلات اضطراب. کاری که کردیم تو کانون کودکان این بود که این بچه‌ها رو پیدا می‌کردیم، خانواده ها می‌آمدن به ما بازی درمانی، یعنی تمرکزمون تیمی که ما داشتیم رو حوزه بازی درمانی بود. خب اونجا مشخصاً می‌دیدیم که کودکان رو میرن، حتی استاد موسیقی درمانی ما پسری داشت که اختلال اوتیسم داشت. حالا من اینجام یه ترمینولوژی رو یه نگاهی بهش بندازیم، ما میگیم اختلال اوتیسم، بیماری نمیگیم، چون مشخصاً اوتیسم یک جنس اختلاله، از جنس خودش از جنس بیماری نیست، ولی خب بیماری هایی کنار اوتیسم همیشه میاد و اوتیسم رو هم یک جور بیماری ما مجبوریم هیولش بدیم سمت بیماری. تفاوتش هم میگم دکتر، ما که نمیدونیم یکم تفاوت این دو تا بیماری مثلا این که شما تب داری قرص میخوری، شما نمیدونم هموفیلی داری، بالاخره بعد برای هموفیلی یه دارو درمانی مصرف بشه که خوب بشید. ولی اختلالات مخصوصا تو حوزه روان از جنس اختلالن و این اختلال رو ما میگیم که با من هست و باید باش کنار بیام، درمان مشخصی نداره ولی باید کمکش بکنم که بهبود پیدا کنه. برای همین اوتیسم رو هم میگن یه دیزوردره، یه اختلاله و این اختلال عصبی، رشدی، حوزه اجتماعی، ارتباطیه. باید کمکش بکنیم که این اختلال در زندگی عادیش کنارش بمونه و باهاش کنار بیایم، ولی کم کم بیاریمش وارد زندگی عادیش کنیم. ولی وقتی میگیم بیماریه انگار که ما دنبال یه درمانیم همیشه و خب اون اصلا کلا متفاوت میکنه ماجرا رو. کنترل فقط میشه یا کاهش هم پیدا میکنه؟ نه، اوتیسم اگر که تشخیص بگیره، مداخلات شروع بشه و به عنوان یک اختلالی که بعد بهش رسیدگی بشه با درمانهای روز دنیا، ما باز میگیم درمان ولی جنسش توانبخشیه، جنسش رفتار درمانیه، جنسش ارتباطه، جنسش تعامله، جنسش اجتماعی شدنه. قطعا افراد دارای اوتیسم رو به بهبودی میرن طوری که میتونن تو جامعه عادی حضور پیدا کنن، اما درمان قطعی که ما بگیم من اوتیسم داشتم الان دیگه اوتیسم ندارم، تا این لحظه که خدمت شما هستیم هنوز اون درمان قطعی نیست. پس ما باید سعی کنیم به نحوی افراد دارای اوتیسم رو اجتماعی بکنیم که اختزاعاتشون حفظ بشه و بتونن با اون مدل بیان جلو. شما در انجمن اوتیسم این کار رو میکنید؟ یعنی به افراد دارای اوتیسم یاد میدید چطوری در جامعه کار بکنید؟ تلاشمون این هست که برای اوتیسم ورود به جامعه رو تسهیل بکنیم، نه تنها فرد اوتیسم، خانواده اوتیسم هم دچار این مشکلات عدیده میشه. چون اگر که من یک فرد دارای اوتیسم فرزندم باشه به قدری چالش ایجاد میکنه برای من
که من هم ناخودآگاه هی منزوی میشم، هی عقب میکشم از اجتماع. دلم میخواد دیده نشم. چرا؟ چون وقتی دیده میشم جز انگ، جز متاسفانه مشکلاتی که به هم میچسبونن، چیزی دریافت نمیکنم از جامعه. این حالا حرف جامعه شاید الان نیست. برای همین ما سعی کردیم به خانواده ها بگیم که بیایم کمک بکنیم، هم خودمون در پذیرش قرار بگیریم، هم فرزندمون رو ورود بدیم به اجتماع. بردیمشون بیرون، بردیمشون مترو، بردیمشون فروشگاه، میبریمشون، کمکشون میکنیم. به خانواده ها هم داریم این از طریق جامعه دوستدار اوتیسم این فضا رو میدیم که بیایید بچه ها رو بیارید، نترسید از نگاهی که ممکنه نگاه خیلی شرایط مناسبی به شما نباشه. شما درمان پزشکی نمی کنید در انجمن اوتیسم؟ بیشتر درمان مدنی و اجتماعی. نه انجمن من انجمن اوتیسم رو تا الان فکر می‌کردم انجمن در حوزه پزشکی واسه الان میدونم انجمن مدنی است، در حوزه اجتماعی سازی داره کار می‌کنه. نه لزوما. انجمن اوتیسم ایران خانه‌های امیدی داره که خانه‌های امیدش دارن کار توانبخشی میکنن تو کل کشور. یعنی ما هم در حوزه اجتماعی فرهنگی ورود میکنیم، هم در حوزه مطالبه‌گری و روشنگری برای حاکمیت ورود میکنیم، هم در حوزه اورنس آگاهی بخشی جامعه ورود میکنیم و هم خود فرد اوتیسم رو به عنوان یک فرد در کنار خانواده میاریم تا جایی که بتونیم، تا جایی که همراهی حامیان رو داشته باشیم، خدمات توانبخشی، خدمات آموزشی، کار، گفتار، رفتار، مشاوره تلفنی، تلریهب یا خدمات آنلاین از لحاظ توانبخشی رو بهشون میدیم. خب پس این 4 تا حوزه قشنگ شد. یه حوزه شما دارید کاملا خدمت ارائه میدید به اون فردی که درگیر اوتیسمه. یه حوزه‌تون شما دارید مطالبه گری میکنید از دولت، از حاکمیت. یه حوزه ترویج دارید و حوزه 4متون آموزش خود خانواده. آموزش خود خانواده و خود خانواده. یعنی تو مخاطباتون منی که نه خانواده اوتیسم نه خودم اوتیست دارم تو قسمت ترویج قرار میگیرم. ما سعی کردیم که حالا یه ذره شاید الان نمیدونم چرا وقتش شد که بگم که شاید اینجوری بود که ما تو انجمن اوتیسم ایران دائم دنبال راهکارهای نوین بودیم، راهکارهایی که بتونه مشکلات یک فرد اوتیست رو که در خانواده ایجاد میکنه رو به روش‌هایی حل بکنیم. شاید به جرئت میگم که اوتیسم، اختلال اوتیسم سخت‌ترین اختلال دوران کودکیه و تا خانواده‌ای فرد اوتیسم نداشته باشه و تا از نزدیک مواجه نشید با یک خانواده‌ای که یک کودک اوتیسم در منزل داره، این شدت آسیب، این شدت چالش، این شدت، نمیخوام کلمه رنج یا کلمه درد رو به کار ببرم که همه اینها هست، ولی میخوام یک کلمه قشنگی رو به کار ببرم که من خانواده رو مایوس نکنه. این شدت باعث میشه که وقتی که در یک حوزه مدنی تو میخوای ورود بکنی، خصوصا با جامعه‌ای که اصلا شناختی از اوتیسم از جنس اجتماعی نداره، نه از جنس توانبخشی، و با خانواده‌ای مواجهی که دائم میگه منو نشون ندین، منو قایم کنید، من نمیخوام دیده بشم، حتی مادر شوهرم هم نمیدونه، خواهر من هم نمیدونه، مادر پدر من هم نمیدونن. چرا؟ چون دختر من میره پوشک میشه، درک نداره، پوشکشو باز میکنه، این ور اون ور میندازه و بگیرید تا انتها. شب تا صبح بیداره، به در و دیوار میزنه، همسایه تا صبح بیداره از من شکایت کرده، داره منو بیرون میبره. میخوام بگم حوزه چالشی اینقدر سنگینه که مهمترین فشار و اصلی ترین فشار رو خانواده میاره. یه انجمنی مردم نهادی میخواد بیاد با همین کودک، با همین خانواده که در حتی معرض فروپاشی پدر رها میکنه، نمیمونه، و با جامعه‌ای که از اوتیسم چیزی نمیدونه جز این که چقدر این بچه بی‌تربیته و چقدر تو خانواده نادان بودی که نتونستی بچه‌تو تربیت کنی، یه کار مدنی هم بکنه. و دقیقاً جنس کار مدنیش اینه که تو ببریش اینو تو اجتماع، تو ببریش تو ارتباط. پس باید دائم دنبال راهکارهایی باشی که تو رو وصل بکنه به نوآوری در حوزه کاری که داری میکنی. شاید اگر در فضای حقیقی خانواده میخواد دیده نشه، ببریش یه جایی که اونجا بتونه خدمت رو بگیره. شاید اگر یک فرد اوتیست شاید نمیخواد دیده بشه، ببری یه جایی که وقتی داره پیانو میزنه از پشت بیای بگیریش و نشونش بدی. بعد که ببینی جامعه داره تشویقش میکنه، حالا چهرهش رو برمیگردونه و میگه خب منو ببینید. یعنی منظورم اینه که این حوزه باعث شد که ما گفتمانمون رو هم حتی بکنیم جامعه اوتیسم ایران. یعنی حتی تو گفتمانمون ایجاد خلاقیت و نوآوری کردیم. حتی در ترکیب هیئت امنامون مجبور شدیم
مجبور خوب شدیم که در حقیقت ترکیب هیئت امنا رو ترکیبی بکنیم که بعداً وزارت کشور گفت چقدر خوب ما میتونیم این رو الگو بکنیم. ما دیدیم توی اوتیسم ما حتما نیاز به خانواده داریم، نیاز به درمانگر داریم و نیاز به حامی یا خیر هم داریم و این ترکیب رو بعد از 4-5 سال متوجه شدیم. برای همین حتی ترکیب امنامون هم 3 تا ترکیب 7 نفره کردیم از این 3 گروه. چون وقتی خانواده فقط باشه از فناوری هم دارید در اون ترکیب. قطعاً وقتی یه ذره جلوتر رفتیم دیدیم اصلاً اوتیسم درمانش هم گاهن از جنس فناوریه. یک فردی که دارای اوتیسمه دیداری محوره، تصاویر رو خوب میبینه، با تصاویر ارتباط میگیره، با فضای مجازی بهتر ارتباط میگیره تا با حضوری. برای همین اومدیم سعی کردیم برنامه هایی که داریم چه برای خانواده ها چه برای فرزندان اوتیسم از حوزه نوآوری هم استفاده کنیم. خب همینجا من یه اکسان بذارم. اومدیم تو حوزه اوتیسم دیگه، توی این وادی داریم صحبت میکنیم. چیزی که من متوجه میشم شما 4 دسته مخاطب دارید. من با ادبیات مارکتینگ با ادبیات بازاریابی بهش نگاه میکنم. یکی حاکمیت و دولت، یکی شخصی که اوتیسم دارد، یکی منی که اصلا از این فضا دورم به عنوان عموم جامعه، یکی هم خانواده شخص اوتیسم. تو هر کدوم از اینا شما چطوری مخاطب درمانگرا؟ یکی هم درمانگرا. حالا درمانگرا که در مشارکت کننده های انجمن میشن دیگه، تو قسمت پارتیسیپیشن شما میاد. هر جایی که دارن کار درمان اوتیسم رو توان بخشی کلینیک دارن تو کل کشور، اینها هم بخشی از اون جامعه اوتیسم ایرانن. پس این در واقع درمانگر، کار درمانگر، گفتار درمانگر، رفتار درمانگر و لزوما ممکنه اصلا کنار ما هم نباشه. یک کلینیک خصوصی داره تو یکی از شهرها. شما برای هر کدوم از این بخش‌های حالا مشتریتون احتمالاً یه برنامه مجزا دارید. یعنی احتمالاً میگید برای منی که از این فضا دورم برنامه ترویجتون باید یه طوری باشه که اول من رو غربال بکنید، یک عده رو انتخاب بکنید، برید سراغ حالا بحث پیدا کردن ما توی ذهنمون نکته رو بنشونید و پیش برید. جنس انتخاب مخاطباتون چطوریه؟ از اون شخص دارای اوتیسم گرفته تا خانواده‌اش تا افرادی، چون طبیعتاً ظرفیت شما محدوده، همه رو نمیتونید پوشش بدید. چطوری دست به انتخاب میزنید؟ ببینید ما تو هیچ بخشی انتخاب نمی‌کنیم. ما میگیم که ما جامعه اوتیسم ایران رو ولکام هستیم، خوش آمد میگیم. این جامعه اوتیسم ایران بخشیش مردمن که همونجوری که کاملا درست اشاره کردیم. برای مردم اومدیم چیزی رو به اسم شبکه دوستدار اوتیسم تعریف کردیم. یعنی اومدیم در حوزه ارتباط گیری و در حوزه مشارکت مردم از یک کار نوآوری استفاده کردیم به عنوان شبکه دوستدار. شبکه دوستدار یعنی هر کجا که هستی اوتیسم رو میپذیری، نسبت به اوتیسم آگاهی پیدا میکنی. اگر یک فروشگاهی داری میدونی که یک فرد اوتیسم وقتی میاد چه حرکاتی رو ممکنه نشون بده و چجوری تو اون فروشگاه میتونه بره خرید بکنه که آسیب نخوره. اگر یک آرایشگری تو میدونی که بچه اوتیسم محاله که بشینه و تو بتونی موشو کوتاه کنی، پس میری یاد میگیری که اگر یک کودک اوتیسم اومد با روش‌های خودت ارتباطه رو بگیری، آرومش کنی، مادر کنارش هست و بعد شروع میکنی موهاشو کوتاه کردن. ممکنه 2 ساعت هم طول بکشه، ممکنه تو زمین دراز بکشی و بچه کنارت باشه و تو موشو کوتاه کنی. پس بنابراین برای مردم آوردیم دوستدار اوتیسم. هر کسی میتونه عضوی از شبکه دوستدار اوتیسم باشه. از یک انجمن دارید میاد روی شهر حرف بزرگیه. چطوری میخوایم به این برسیم؟ خب برنامه ریزیشو کردیم ولی قطعا رسیدن به جامعه شهر نه، به جامعه دوستدار اوتیسم یک بخشیش از منظر فرهنگیه. منظر شهر همون جامعه است. جامعه که حوزه جغرافیایی یا حوزه جغرافیایی یا حوزه شهری، یعنی معابر، مناسب سازی. لزوما نگاهمون مناسب سازی فیزیکی یا معابر نیست، از جنس نگاه فرهنگیه، از اینکه شهر ما وقتی یک فرد اوتیسم رو، یک خانواده اوتیسم رو میبینه ولکامشه، خوش آمدشه. اگر تو اتوبوس میبینه این بچه به هم ریخت، بلند میشه، جاشو میده، میگه بفرمایید بشینید. حتی اگر سوار یک ماشینی میشه، تپسی گرفته، راننده میبینه این بچه مرتب داره جیغ میزنه، داد میزنه، صدای موسیقی داره اذیتش میکنه، خاموش میکنه. شیشه بالاست، پایین میاره یه ذره هوا بهتر بشه. اتکلون بوی تندی داره. این ارتباط رو میگیره که این اوتیسم، حواسم هست که این بشینه تو ماشین احتمالاً یه سری شرایط خاصی داره و من درکش میکنم. و بگیرید تا لایه‌های مختلف. برای همین یه جنس فرهنگ سازیه. قطعاً کار سختیه، شاید کار بسیار سختیه، اما اینقدر لذت بخشه، اینقدر مهربانانه است که وقتی میبینیم
میان میگن همسایه ما شرایط ما رو درک کرد، صاحبخونه ما از ما گفته که 3 ماه میگیرم. مشکلاتی که خانواده ها میان عنوان میکنن و میگن مجموعه شهری دارن باهاشون همکاری میکنن. شهرداری میاد میگه ما حاضریم پورتابل بنر و بیلبورد بهتون بدیم. رسانه ملی میگه ما حاضریم کلیپ های اوتیسم رو پخش بکنیم برای اینکه مردم اوتیسم رو بشناسن و سطح درک و آگاهیشون رو ببرن. اونجا ما لایه اول دقیقاً ما لایه اول دوستدار اوتیسم رو داریم. حالا وارد لایه های بعدیش نمیشیم، ولی بدونیم که مراکز دوستدار اوتیسم 3 لایه دارن. لایه آگاهی بخشی در حقیقت لایه اول، لایه این که کامل بتونن یک فضا رو مناسب سازی بکنن برای حضور. مثلا من رستوران دارم، یه گوشه رستورانمو میام یه میز میذارم، یکم تاریک میکنم، یکم دور میکنم از شلوغ پلوغی و اگر خانواده اوتیسم اومد تو این رستوران میگم اون میز شماست. اونجا هم امنه، هم گوشه است، هم صدا و نور کنترل شده است، چون بچهای دارای اوتیسم نسبت به نور و صدا و اینها حساسیت‌های خاصی رو از خودشون نشون میدن. یک لایه خانواده است. خانواده وقتی مراجعه میکنه ما نمیتونیم بگیم تو 2 ساله است بچه تو 30 ساله است، بچه تو بزرگ کوچیک، تو فقیری، تو غنی، تو مال استان سیستان و بلوچستانی، تو مال تهرانی. هر خانواده ای که میاد در مرحله اول عضو انجمن اوتیسم ایران میشه و نهایتا یک کارتی رو میگیره به اسم کارت عضویت در انجمن. پس بنابراین ما محدود نکردیم. اما لایه خدماتمون رو از جنس خدمات توانبخشی به دلیل محدودیت منابعی که داریم فعلا تونستیم تا زیر 7 سال پوشش بدیم مستقیم. هر کودک اوتیسمی در هر کجای کشور که هست، چه به شکل تلریهب که در حقیقت اون باز خلاقیتیه که ایجاد کردیم که ما میتونیم بعد از کرونا خدمات توانبخشی آنلاین به یک خانواده تو منطقه محروم و به صورت رایگان بدیم و چه داخل تهران به عنوان خانه‌های امید. این هم اسمش برای اینکه حتما یک خانواده بدونه که اینجا فضای امیدواریه و فضای یأس و فضای اینکه بچه من هیچ وقت دیگه خوب نمیشه و حالا من چه خاکی به سرم بریزم. دقیقاً این جمله رو از ذهن مادر و پدر در حقیقت پاک بکنم. این ادبیاتی که میگید من ادبیات زیستبوم میندازه که تو لایه‌های مختلف شما تعریف کردید، تو هر لایه یک سری کنشگر، حالا یک سری بازیگر دارن میان تو این زیستبوم بازی میکنن و لایه آخر تو هم لایه ارائه دهنده خدمت به اون قشریه که اصلا خدمت رو میخواد. حالا خیلی من یاد زیستبوم میندازه. از المان‌های دیگه زیستبومی چی دارین اینجا؟ شما بحث آموزش هم دارید، بله. بحث کمک مالی هم دارید، بله. بحث پژوهش هم دارید، بله. بحث دیتا هم دارید، بله. و اینها. بله. دیگه تو این زیستبوم چه چیزهایی طراحی کردید یا اجرا کردید؟ ببینید ما اسم همه اینها رو گذاشتیم جنس خدمت. حالا این خدمت ممکنه حقوقی باشه. خانواده اوتیسم میگه که شرایط بچه اوتیسم من تعریف نشده در مجامع قضایی و حقوقی که اگر فرزند من 18 سال شد بابا اینو جداش نکنید، این فرزندیه که باید تا آخر عمر کنار من باشه، به عنوان یک فرد مستقل بیمش رو قطع نکنید. اگر که رسید به شرایط سربازی نظام وظیفه و این بزرگسال اوتیسم نمیتونه بره نظام وظیفه، ولی الان که الحمدلله حل شد، ولی خیلی از این مسائل از جنس مسائل حقوقی و قضایی هم در برنامه‌های انجمن اوتیسم ایران تو دستور کاره. قسمتتون قسمت حقوقیه. دیتا هم دارید از این حوزه؟ ما خدا رو شکر از همون ابتدا اصلا انجمن رو بر مبنای سیستم سعی کردیم کار رو سیستمی جلو ببریم. از همون ابتدا رجیستری رو ران کردیم در مجموعه انجمن و هر فردی که میاد در حقیقت رجیستر میشه و تمام اطلاعاتش ثبت میشه و اطلاعاتش کاملا تبدیل میشه به یک کارت رجیستری که این کارت رجیستری هوشمند QR کد داره و وصل میشه به پرونده الکترونیکی که ما براش توی انجمن تشکیل دادیم. برای افراد دارای اختلال اوتیسم، ولی برای خانواده و افراد بیرونی و اینها فعلا رو این برای فرده. برای خانواده میاد اونجایی که ما از خانواده سوال میکنیم که میخوایم ببینیم از منظر مددکاری اجتماعی چه کمک هایی ما میتونیم به خانواده بکنیم. خانواده در معرض اضطرابه، در معرض افسردگی، در معرض خودکشی، خانواده سرطان گرفته مادر دور از جون خیلی ها و خانواده نیاز به روانشناس داره، خانواده در فقر کامل معیشته، خانواده مسکن نداره. این دیتا ها رو هم در پرونده مددکاری همه رو داریم. تمام این دیتا ها رو هم داریم در پرونده های مددکاری و بر اساس اون بارمی که نهایت میدیم، خدماتی که خیرین عزیز ما
کمک میکنن که به خانواده ها داده بشه طبق اون بارم ها داده میشه. خیرین مشخصی هم دارید؟ مثلا یه گروه خیرین دارید یا نه کلا هر عزیزی که بخواد کمک بکنه به خانواده اوتیسم، به فرد اوتیسم، میتونه با انجمن اوتیسم ایران تماس بگیره و کمکاش رو چه به شکل نقدی چه به شکل غیر نقدی. مثلا شرکتی هست که میگه من میتونم پوشینه بدم. خیلی از بچهای اوتیسم به سطح مهارت خودیاری از لحاظ دستشویی رفتن نمیرسن و متاسفانه با اینکه سنهای بالا دارن همچنان پوشینه میشن که متاسفانه هم هزینه سنگینی داره هم چالش بزرگی برای خانواده ایجاد کرده. این زیست بوم تا کجاها تسری پیدا کرده؟ مثلا در یک روستایی در نمیدونم بندرعباس هم این هست؟ دقیقاً. ما هر جایی که خانواده متوجه شده خودش یا به واسطه‌ای مثل دانشگاه علوم پزشکی اون منطقه، مثل بهزیستی اون منطقه، مثل همسایه‌ای که حالا اونجا بوده به هر دلیلی با انجمن آشنا شده، حتی خیلی وقتا ما تو این مرحله ایم که زنگ میزنن میگن ما نمیدونیم که بچه‌مون اوتیسمه یا نه، یا زنگ میزنن میگن ما یه همسایه‌ای داریم که فکر کنیم این اوتیست داره. ما سریع سعی میکنیم شناساییش کنیم تو هر کجای ایران که باشه. و جالبه که ما از خارج از کشور هم الان مراجعه کننده داریم به شکل آنلاین، حتی از کشورهای اروپایی، از کشورهای غیر اروپایی، از کشورهای همسایه نزدیکمون که دارن خدمات مشاوره آنلاین رو میگیرن. یه بخشی از نیازه اینه که من با بچه‌م چجوری ارتباط بگیرم. مثلا اینجا خانواده مونده، میگه الان من بعد باش چجوری بخوابونمش، چجوری بهش غذا بدم، چجوری باش ارتباط بگیرم. دقیقاً این مشاوره هایی که ما اومدیم گفتیم مادر به مادر تو بخش مشاوره تلفنیمون بخشی رو تعریف کردیم مام تو مام. چرا؟ چون دیدیم این جنس مشاوره رو مدل مادر تو مادر ما تو افریقا داشتیم برای ایدز. آفرین. این جنس مشاوره رو آخه من حتی متخصص نامبر وان اوتیسم هم نمیتونم بدم. اینو کسی میتونه بده که زیست باشه با بچه اوتیسم، زندگی کرده باشه با فرد دارای اوتیسم، حتی کسی که 2 تا بچه اوتیسم داره، 3 تا بچه اوتیسم داره. و وقتی اون مشاوره میده دیگه کاملا میشینه به دل فردی که اون پشت خط داره اینها رو میگیره و حالشون با همین مشاوره تلفنی اظهار خودشون اینه که حال ما خیلی خوب شد. نقش حالا من این زیست بوم رو کم کم دارم سعی میکنم تو ذهنم حلاجی کنم، هی جانماییش بکنم. تو این زیست بوم نقش فناوری چقدره؟ نقش نوآوری چقدره؟ این زیست بوم رو میتونیم یه جای تکنولوژیک ببینیمش؟ من خیلی با این واژه ها از لحاظ تخصصی راستش نمیخوام ورود کنم، اما کاری که ما تو انجمن کردیم اصلا دیدیم که اگر ما با این شرایطی که اوتیست در کشور ما داره که ناشناخته است، اگر ما خلاقانه کار نکنیم و از ابزارهای نوین تکنولوژی استفاده نکنیم، خدمت دادنمون به جامعه اوتیست دچار خلأ و دچار مشکل میشه. وقتی که ما میایم میگیم مشاوره تلفنی و میایم اولین هلپلاین کشور رو در انجمن اوتیسم ایران راه اندازی میکنیم با 48085 با 30 خط. اولین مشاوره تلفنی در حوزه اوتیسم. دقیقاً. خب این نمیدونم جنسش میشه نوآوری، جنسش میشه تکنولوژی، جنسش چی میشه، ولی یک بستر آیتی میخواد، یک سرور میخواد، یک افرادی رو میخواد که اون پشت بتونن با جدیدترین ابزارهای روز ارتباط تلفنی بگیرن با فردی که به قول فرمایش شما در دورافتاده ترین روستای سیستان و بلوچستانه. پس بنابراین مجبور شدیم و خوشحالیم که رو آوردیم به این جنس ارتباط. وقتی که میخوایم کمک بکنیم که مردم اوتیسم رو بشناسن، نمیتونیم بریم بگیم که و نخواهیم گفت که ما چقدر بدبختیم، کودک اوتیسم رو ببینید چقدر بیچاره است، خیرین مردم کمک کنید درکش کنیم. میایم چی کار میکنیم؟ میایم میگیم بیایم هم مسیر بشیم با اوتیسم. یعنی چی؟ یعنی که تو وقتی میدویی میبینی چقدر خسته میشی، چقدر واقعا از پا میفتی و یه جایی آبت تموم شده، هیچی هم نداری ولی مسیر هنوز مونده تا به انتها برسی، میشینی زمین. و گفتیم بیایید یه برنامه 2 داشته باشیم برای اوتیسم که بدونید هم مسیر شدن یک زندگی برای اوتیسم چقدر سخت و دشواره. و وقتی میرسی به یه جایی که میبینی که این بچه من که کلام نداشت، نگاه نمیکرد، تو چشم نداشت، غذا نمیخورد، الان یه جوریه که تونسته این مهارت‌ها رو به دست بیاره یا حتی تونسته اون زندگی
زیسته خودش رو به شکل مستقل تا یه حدی پیدا کنه. پس بنابراین هم مسیر اوتیسم یک نوآوری از نظر ما، برای اینکه مردم بفهمن که مسیر اوتیسم یه ایونت دیگه، یه رویداد، یه ایونت بود، یه ایونت تکرارپذیره. یه ایونت تکرارپذیره. بله. در حوزه ورزشش رو یادمه، در حوزه این که ما می‌خوایم به مردم بگیم که زندگی با اوتیسم چه چالشایی داره. زندگی با اوتیسم بزرگسال اوتیسم هم داره کنارتون میدوه، مادر اوتیسم هم داره میدوه، هم خانواده میفهمه که مردم اومدن دارن بچه منو میشناسن، ولی ما نرفتیم بگیم که آی بچه منو ببینید چقدر ما گناه داریم، چقدر ما با یک کار قشنگی دارن شناخت پیدا میکنن نسبت به اوتیسم. و از این جنس برنامه‌ها در انجمن، از رویداد استارتاپی که فعلا توسعه ندادید تو این چند چرا؟ دقیقاً یه جایی دیدیم که خانواده‌های اوتیسم به دلیل همین که دورن از فضاهای اجتماعی حضور فیزیکی، به شدت تو فضاهای مجازی در این حال فعالن. پلتفرمی رو داریم بالا میاریم و الان تموم شده به اسم هم‌آشنا. این در حقیقت یک پلتفرمیه که خانواده ها از سراسر از همه جا میتونن تو اون پلتفرم بیان و این تبادل تجربه رو با هم داشته باشن با آیدیای شخصی خودشون. دقیقاً سوالاتشون رو بپرسن، اونجا درمانگر هویت داره، اونجا پزشک هویت داره، اونجا خانواده هویت داره و اونجا این ارتباطه داره با همدیگه شکل میگیره و در حقیقت این کمک میکنه به اینکه این افراد بیان و نرن مثلا تو فضاهایی مثل شبکه‌های مجازی که الان هست و من بگم مثلا شیر شتر برای بچه اوتیسم خیلی خوبه، تو هم بدو بری شیر شتر بخری هزینه کنی، بعد اصلا معلوم نباشه این واقعا کمک میکنه و امثال این جنس درمان‌هایی که میگن. اونجا اون شبکه، اون هم‌آشنا که رو بستر ابری هم هستش، اونجا خیلی داره، خیلی تخصصی تر، خیلی تکنیکال تر، با یک مدیریتی که پشت این پلتفرم هست همین فضا رو مدیریت میکنه و اینها رو به هم جدیه برای حوزه اوتیسم. پس کامیونیتی رو دارید، رویداد هم دارید، دیتا سنتر رو هم دارید، تلریهاب رو داریم، هلپلاین رو داریم. یعنی یه جا ما بعد کرونا دیدیم خانواده محروم شد از کلینیکا همه بسته شدن و اصلا این بچه باید درمان توانبخشی مداوم بگیره. گفتیم چه کنیم چه نکنیم، اومدیم دیدیم خب آیا میشه من همون جایی که تو خونه است بهش من خدمتو ببرم تو خونه؟ و بعد فرد که نمیتونست بره تو خونه چون داریم مراقب در منزل، ولی اینجا اون فرد هم کرونا داره یا کرونا میگیره نمیتونه بره. پس بنابراین اومدیم بنچمارک کردیم، اومدیم مطالعه کردیم، دیدیم میتونیم خدمات توانبخشی رو ببریم داخل منازل از بستر وب، از طریق در حقیقت ارتباط تلویزیون که خانواده اون طرف هست میشینه 45 دقیقه تا 50 دقیقه و ما مشاهده گریم و از طریق تلفن و از طریق ریهابی که داریم باهاش توانبخشی که داریم میبینیمش، بهش اوردر میدیم، بهش پلن توانبخشی میدیم، بهش میگیم با بچت چیکار بکن و این عین توانبخشی تو کلینیکه. دو تا ماژول اصلی واسم سوال میشه، یکی بخش آموزش، یکی بخش اشتغال. چون برای خود من حداقل خیلی جذابه که بدونم فرد داره اوتیسم وقتی میاد چطور قرار آموزش ببینه، از هر نوع آموزشی، یا آموزش مدرسه‌ش و دانشگاهش تا آموزش در واقع ارتباطات اجتماعیش. یکی هم که این افراد باید برن به یک مسیر اشتغالی هدایت بشن. تو این دو حوزه هم کاری کردید یا میکنید؟ اگر کار هست از جنس نوآوری فناوری یا کارهای کنشگری؟ ببینید اوتیسم کلا یک طیفه و این سخت میکنه، بیشتر سخت میکنه باز نسبت به اختلالات دیگه یا نسبت به بیماری های دیگه. ما یه سر طیف یه فرد اوتیسم رو داریم که به شدت باهوشه، به شدت خلاقه و اصلا برای خودش یک آدمیه که اگر بتونه دنیا رو تغییر میده. یک آیتی منیه که داره تو گوگل کار میکنه، یک نقاش و هنرمندیه، یک پیانیستیه که قطعاتش داره توی جهان به عنوان یک فردی که پیانیسته مشهور میشه و قطعاتش رو معرفی میکنه. یک طرف طیف اون سیاهی رو داریم که متاسفانه بهشون میگیم که سطح 1، سطح 2 و سطح 3. اون سطح 3 سطحیه که تقریبا ما تو ایران اینها رو نمیبینیم، اینقدر مشکلاتشون شدیده و متاسفانه اختلالات رفتاریشون با عقب موندگی های ذهنی و با مشکلات عدیده تشنج و بیش‌فعالی و متابولیک و مشکلات دیگه همراهه که اصلا اون بچه حتی آموزش پذیر نیست و فقط مجبوریم یه جا نگهش داریم. شاید اگر اون هم زود تشخیص داده میشد و این پلن توانبخشی، برنامه‌های توانبخشی براش انجام میشد، به اون شدت نمیرسید. اونجا یه جاییه که وقتی به هم میریزه تو فقط مجبوری ببریش بیمارستان روانپزشکی و رو تخت بستریش بکنی و فقط بهش آرام بخش بدی، از مادر و پدر دور نگهش داری که هم خودش رو آسیب نزنه هم مادر پدر رو.
بنابراین تو تمام مراحل باید هی بگردی ببینی که چجوری بچه اوتیسم رو به قول شما باید باش ارتباط گرفت. بچه‌ای که کلام نداره، ارتباط نمیگیره، اصلا تو این دنیا نیست، اصلا نمیفهمه که چجوری غذا چیه، نمیدونم امنیت چیه، گم میشه، ول میکنه دست پدر مادر رو، هزار یک اتفاق براش میفته. مثلا آموزش اینجا حداقل ورود نکردیم. نقش اصلی آموزشه و آموزشی که خود خانواده. که میگید که آموزشی وارد نشده، یعنی شما وارد فضای آموزش برای خود فرد داره اختلال اوتیسم نشدید. اونجایی که میگیم رفتار درمانی نگاهمون آموزشیه، یعنی که آموزش به خانواده است، به بچه. نه رفتار درمانی مال بچه است. ببینید کار درمانی، گفتار درمانی، رفتار درمانی. تو فیلد رفتار درمانی و آموزشی که ما میگیم از جنس رفتار، یعنی که تو بچه رو یادش بدی که تو اینجا کره زمینه و تو باید زندگی کنی، تو باید زنده بمونی، آب بخوری، غذا بخوری، ارتباط بگیری، کم کم یاد بگیری چجوری دستشویی بری، چجوری تو فروشگاه راه بری به هم نریزی و تمام دنیا دارن فکر میکنن که روش‌های جدید آموزشی برای این بچه چه روش‌هاییه که الان روش‌های متعددی هست، از ABA، روش تیچ، تو ایران داریم اینا رو. من با سوال خیلی صریح بپرسم. آیا انجمن اوتیسم آموزش میدهد به فرد دارای اوتیسم از طریق یه مثلا مدرسه خاص، از طریق یک متد جدید، از طریق یک فرآیند جدید، یا نه آموزش‌های قدیمی است که در حوزه توانبخشی ها آموزشی که شما مد نظرتونه از جنس مدرسه رفتن کار انجمن نیست. آموزش پرورش استثنایی مدارس داره، مدارس استثنایی داره و بچه‌های اوتیسم میرن تو اون مدارس استثنایی و درس میخونن. یه سریشون میتونن وارد مدرسه بشن. حالا اینکه سیستم آموزشی ما آیا سیستم آموزشی مناسبی هست، مناسب روز دنیا هست برای آموزش به بچه‌های اوتیسم، بماند که ما مطالبه گری خودمون رو همچنان داریم. از آموزش پرورش در حوزه اشتغال چی؟ در حوزه اشتغال هم باز اشتغال شما افرادی رو دارید که بزرگسالی اوتیسم محسوب میشن، بعد از بلوغ دنیای جدیدی رو خانواده تجربه میکنه و باز ما مطالبه گریم. ما برای حوزه بزرگسالی و برای بعد از 12-13 سال به بالا کشور ما جایگاهی رو برای بزرگسالان اوتیسم، چه برای طیف خفیفشون از جنس اشتغال، چه برای طیف شدیدشون از جنس مراکز نگهداری روزانه، مراکز نگهداری موقت، بیمارستان هایی که بتونن به راحتی فرد اوتیسم رو پذیرش بکنن، متاسفانه با خلاها و کمبودهای جدی مواجهیم و باز مطالبه گریم. درست. انجمن اوتیسم ایران در زیر 8 سال اونجایی که اون توانبخشی ها رو باید بکنه و آموزش ها رو بده، تو این لایه داره آموزش های بزرگسال خیلی کار نداره. یه سوال خیلی بزرگسال کار داره، ولی از این جنس کار که چی؟ بزرگسال اوتیسم هم نیاز به درمان داره، نیاز به دارو داره، نیاز داره در حقیقت به مسائل حقوقیش حل بشه. از این جنس کار ما داریم کامل برای بزرگسالان انجام میدیم. اما از اینکه ورود کنیم، مرکز بزنیم، مرکز تأسیس کنیم، مدرسه بزنیم، کارخونه بیاریم، اشتغالشون رو درست کنیم، داریم تلاش میکنیم که سال آینده پلنی رو، بسته خدمتی رو برای بزرگسال اوتیسم تعریف بکنیم. یه سوال این که حالا ما تو این مدلی که میبینیم، من دیگه الان اون بحث اوتیسم رو خیلی کسب و کار نمیبینمش، دارم به شکل زیستبون بهش نگاه میکنم. تامین مالی این زیستبون چطور اتفاق خیلی سخته آقای مدلش چیه؟ یعنی مثلا تامین مالی صرفا خیر خورده، خیر کلان، ما اصلا بیزینس هایی داریم که دارن باز ما توی انجمن اوتیسم ایران، حالا شما اشاره کردید به تامین منابع، من حتی میگم منابع انسانیمون. ببینید ما تامین منابع رو به 4 دسته اگه بخوایم بکنیم، منابع انسانی، منابع سرمایه‌ای، منابع مالی و حالا اون خدمتی که دوستان میان میدن. در تمام اینها ما دیدیم در انجمن اوتیسم ایران باید از روش‌های جدیدی استفاده کنیم. چرا؟ چون یک کودک اوتیسم شکل و ظاهرش کاملا عادیه. ببینید شما یه وقتی بیماری رو دارید که جسمی حرکتی کاملا چهره و ظاهر نشون میده، بیماری رو دارید که نابیناست، بیماری رو دارید که ناشنواست، بیمار نه، حالا لفظ فردی رو داریم که سرطان داره و خب این که سرش مو نداره نشون میده که این کنسر داره، سرطان داره. فردی رو دارید که ایبیه، اینقدر زخم داره بدنش. در تمام اینها مردم حس میگیرن و دوست دارن بیان و کمک کنن و دیگه نمیپرسن تو چته. اما توی اوتیسم خیلی سخته. شما یک فردی رو دارید، دختر یا پسر، 4 برابر در پسرها بیشترن، اتفاقا ظاهر به شدت عادی و زیبا تاکید میکنم، زیبایی در چهره کودکان اوتیسم یک اختلال شایع است. من حتی اینجوری بگم، این بچه‌های اوتیسم زیبان. بعد 10
دقیقه پیشت نشسته، یه دفعه میبینی این چرا داره این شکلی میکنه، چرا به هم ریخت، چرا شلوغ کرد، چرا زد، ریخت، روسری مادرش رو کشید، لباسش رو در آورد. اینجا تو اول نمیتونی بیای بگی که مردم انجمن اوتیسم ایران کمک کنید که انجمن بتونه این همه خدمتی رو که داره تعریف میکنه رو به جامعه اوتیسمش بده. نمیکنه، میگه این که چیزیش نیست، این که عادیه، این که داره زندگیشو میکنه، این که مشکلی نداره. برای همین ما دیدیم این با این راههای عادی که در تمام مجموعه‌های خیریه باب هست و عادیه، نمیشه برای انجمن تأمین منابع کرد. مجبور شدیم هی فکر بکنیم، آزمون و خطا بکنیم و همچنان هم تو مرحله آزمون و خطاییم. انجمن اوتیسم ایران به شدت از نظر منابع مالی نیازمند حمایت هست به دو دلیل. چون اوتیسم گرونه، خدمات توانبخشی که الان من کلی توضیح دادم ماهیانه الان 10 میلیون تومان در ماهه. 10 میلیون تومان در ماه ما باید هزینه کنیم تا یه بچه اوتیسم بتونه یک مقدار شرایط بهتری رو در زندگی اجتماعی پیدا بکنه و نه 1 ماه، نه 2 ماه، تا مادام العمر، شاید کمتر، شاید بیشتر. و اگر نکنی عقب گرد داره. یعنی بچه رسیده به سطحی که داره حرف میزنه، مهارت دستشویی رفتن پیدا کرده، پوشک رو گرفتی، 3 ماه پول نداری، خدمات رو قطع میکنی، بچه عقب گرد داره. از اون طرف خیر میگه اولویت من فعلا اونیه که داره میمیره مثلا، یا اونیه که چه میدونم یه مشکل دیگه داره. نمیدونه که این مرگ تدریجی که در یک زندگی که فرد اوتیسم هست چقدر چالش برانگیزه و چقدر کمک من میتونه خانواده رو نجات بده. ما روش‌های مختلف تامین منابع رو داریم. همین روش‌ها میگی، چون من راستش هنوز جوابم نگرفتم. آره، چطور حالا میگی نمیشه، چطور تامین مالی انجام میشه؟ ما از سراغ خیرین بزرگ میریم، شناساییشون میکنیم. یه مدلش خیرین بزرگ. دقیقاً. سراغ خیرین خرد رفتیم، قلک مجازی اوتیسم رو درست کردیم، چون دیدیم الان دیگه وقت قلک فیزیکی نیست. اومدیم قلک مجازی خرد هم برای خیرین خب برای افراد عادی که تو خونه هر ماه 20 تومن خودتون جنسی کسب و کار اجتماعی. نه یه سری بحث خیریه است، یا خیرین بزرگ، یه سری بچه‌هامون محصول دارن، دستبند درست میکنن، اونایشون که طیف خفیفن، کارهای سفال میکنن، تابلو میکشن. دوست داریم که اینها رو به معرض عموم بذاریم تا بخرن، نه به قیمتی که حالا قیمت اون کالاست، به قیمتی که کمک بشه به خیریه، ولی تجربهش هنوز نکردیم به شکل رسمی. اجنس مسئولیت اجتماعی شرکتی استفاده میکنیم. تونستیم در سرفصل ماده 172 مالیات‌های مستقیم قرار بگیریم که بدونن هر عزیزی که کمکی میکنه میتونه از اون بخش بخشودگی استفاده بکنه. و یه چیز دیگه ای که یعنی اگر حالا این بحث خیریه کم بشه، کوچیک بشه، زیستبون شما ناخودآگاه کوچیک میشه و اگر این خیلی یه سالی خیلی پول خوب باشه، زیستبون شما هم بزرگ میشه. ما الان مثلا جوری هستیم که میگیم که 600 تا بچه زیر 7 سال رو، کودک زیر 7 سال رو داریم خدمات توانبخشی رایگان میدیم. سال بعد شاید بشه 1000 تا، شاید بشه 500. دقیقاً. سال بعد اگر مجموعه دیگری به این خیرین ما اضافه بشن، 10 تا دیگر هم شما برداری، 10 تا دیگر رو اون شرکت برداره، 20 تا رو اون شرکت برداره و این پخش میشه، خرد میشه، قطعاً ما تعداد کودکان بیشتری رو میتونیم تو این حوزه بیاریم. اما اینکه پلنی رو الان داریم مشخص، این پلنه داره هی خلاقانه در طول ادامه راه به ما، مثلا میریم کنفرانس ها شرکت میکنیم، خواهش میکنیم و خیلی با استقبال مواجه میشیم، اونجا اوتیسم رو معرفی میکنیم، پروژه هامون رو به شکل پروژه‌ای کردیم، خدمات انجمن رو، پروژه ها رو مطرح میکنیم و دوستان میان کمکمون میکنن و میگن این پروژهتون امسال توی شرکت ما میتونه قابل انجام باشه. یه سوال حالا یکم شاید سخت دارم از جنس پایداری این، من بهش نمیگم کسب و کار دیگه، پایداری این انجمن، پایداری این سازمان مردم نهاد. 2 تا حالا استرس ذهنی میگیرم. یکی این که خود سرکار خانم سعیده صالح غفاری از ابتدایی که شروع کرده مبتنی بر آن چیزی که دیده و مبتنی بر حسی که به مسئله پیدا کرده جهتگیریاش رو انتخاب کرده. یک جایی یک خواهری داشته که با مسئله روبرو بوده، پس مجبور بوده تو این فضا بره، توی دانشگاه یک نقطه عطف، توی حالا اون انجمنی که مرتبط با کودکان بود یک نقطه عطف، و الان در اوتیسم. یکی این که این شخص ممکنه نقطه عطفی رو در این حوزه ببینه که اصلا بره به سراغ یک حوزه دیگه، یک موضوع دیگه. نکته دوم این که وقتی درآمدزایی این مجموعه وابسته است به حوزه خیرین، ممکنه پایداریش تحت تاثیر قرار بگیره. یعنی یک سال کوچیک بشه، یک سال بزرگ. این پایداری رو چطوری دارید می‌بینید توی انجام؟ برای بخش اول اتفاقا تمام دغدغه من از همون ابتدا این بود که یک مطالعه کردم، دیدم عمر سازمان‌های مردم نهاد کوتاه گاهن.
و من نمیخوام و ما نمیخواستیم که این عمر کوتاه باشه. من شاید فکر اولیه با من بود، ولی از همون ابتدا جمعی شدیم و این جمع کمک کرد که انجمن سیستمی کار بکنه و با وابسته به نه شخص من نه به هیچ شخص دیگری باشه. ما اومدیم در ساختار سازمانیمون هیئت مشورتی گذاشتیم. ما اومدیم روی استراتژی و راهبرد کار کردیم. مشاور راهبردی داریم. ما اومدیم در حقیقت جنس ارتباط منابع انسانیمون رو از نظر ساختاری شبکه‌ای چیدمان کردیم. دستوری نیست، از بالا به پایین نیست و افراد دارن توی تیم‌های خودشون پروژه‌هایی رو با خودشون کار میکنن و حمل میکنن و انجامش میدن. یعنی اگر شما از این انجمن جدا بشید باز هم به زندگیش ادامه میده؟ قطعاً به زندگیش باید ادامه بده و ما زیرساختش رو آماده کردیم. فرایندها رو در آوردیم و داریم به سمت این میریم که وابسته بشیم به سیستم، وابسته بشیم به فرایند و چیزی که حاکم بشه بر افراد سیستم حاکم باشه نه شخص. تلاشمون رو داریم میکنیم و موفق هم بودیم، چون تجربه کردیم خیلی وقتا. الان دیگه خیلی از کارها اصلا گاهی من میگم که من خبر ندارم که مثلا واحد آکادمی اوتیسم داره چی کار میکنه. فقط معاونین رو که جلسات داریم در کلیات در جریان قرار میگیرم. توی قسمت تأمین منابع یک بخشی رو که کار کردیم اومدیم پروژه‌ای، یعنی یه بخشی که اصلا به ماهیت انجمن برمیگرده که آگاهی بخشی و مطالبه گری. اتفاقا اینجا نیاز به پول نداره. انجمن ماهیتش اورنسه، آگاهی بخشیه. هر چقدر بتونه از امکاناتی که کنارش هست استفاده میکنه و آگاهی بخشی میکنه. پس لزوما پول نیست. همینم هزینه میخواد دیگه، تولید محتواتون، بعد پخش محتوا، همش رو دارن این شبکه دوستدار انجام میدن. شبکه داوطلبی، شبکه دوستدار اوتیسم شرکت هایی هستن که دارن میگن ما کار هر نوع کاری رو ما براتون انجام میدیم، اصلا پولی رد و بدل نمیشه. اون شبکه انسانیه که به قول شما از جنس داوطلبین، ولی با مدل ما میگیم شبکه دوستدار اوتیسم که تعریف کردیم سطح بندیشو. یه بخشیش هم که پروژه است. اگر پوله باشه این پروژه انجام میشه. نقطه صفر داره، شروع، نقطه پایان داره. یعنی تنه درخت انجمن ثابت خواهد موند با اون شبکه. خواهد موند. ولی پروژه ها اگر که منابع باشه قطعا این شاخ و برگا خیلی میتونه پررنگتر و با میوه های بیشتری باشه. اگر نباشه تنه هست و کار اصلیش رو داره انجام میده. به عنوان خانه امیدی برای جامعه اوتیسم ایران، نقشه راهی که به هر خانواده میدیم. درست. خیلی هم عالی، ممنون، متشکرم. خانم دکتر اگر در کودکی با این مسئله مواجه نشده بودید الان اینجا بودید؟ نمیتونم بگم که نه، چون من در حقیقت شاید اون تیکه هایی که نمیدونم چرا از کودکی بیشتر مامان رو تو ذهنمون داریم تا نجمه رو، بیشتر تلاش های مامان رو، یعنی دغدغه‌ای که برای مادرمون داشتیم و چون مادر همیشه هست و بوده، شاید اون چیزی که من رو خیلی، یعنی الانم همش میگم که مادرای اوتیسم، پدرای اوتیسم، اونها رو دریابیم، به اونها برسیم، به اونها کمک کنیم، چون کودک اوتیسم بالاخره داره زندگی خودش رو میکنه و باید آموزش ببینه، باید توانبخشی ببینه. اما اگه مادر رو ازش بگیری اونجا دیگه هیچی برای اون بچه نمیمونه. شاید چون مادر همیشه بوده و هست، احتمالاً این نوع کار من هم میتونست باشه بدون نجمه، ولی مادرای دیگر رو میدیدیم. حداقل توی اون بحث کانون کودکان من میدیدم مادرایی که میان و این افراد رو با خودشون میارن و اصلا نمیدونن این اوتیسم داره، نمیدونستن این چه اختلالی داره. ولی خودم میدونم که بیشتر جنس پزشکی و مددکاری رو از کوچیکی دوستش داشتم. یعنی این خاطراتی که دوستان تعریف میکنن از این حوزه، از این منظر، میدونستم که من اگر هم تو این جایگاه نبودم باز تو جایگاه مدنی بودم. من آدمی نیستم که برم شاغل بشم، کارت بزنم، یه حقوقی بگیرم. اونجایی هم که بهترین شرایط برام فراهم بود نتونستم خیلی دووم بیارم. من باید خلق بکنم، باید برم دنبال یک خلق اجتماعی و بتونم یک دردی رو از جامعه دوا بکنم و این رو یاد بدم به هم نوعان خودم که بیایید توی این دوا کردن درد با هم دیگه سهیم باشیم که اگه غفاری نامی به هر دلیلی نتونست باشه شماها باشید. از اون خاطره ها و قصه ها اگر با مزه و قشنگش هم دارید خوشحال میشیم بشنویم، چون احتمالاً تو حالا حوزه کودکان و اوتیسم خیلی قصه های عجیب، جذاب، حالا شاید حتی یه جایی با مزه داشته باشیم.
چیزی خاطرتون هست؟ ببینید اصلا زندگی با اوتیسم جذابیت‌های خاص خودشو با تمام دردی که بهت داره ایجاد میکنه. وقتی که یک کودک یا یک بزرگسال اوتیسم رو میبینی و اونا کلیشه حرف زدن پیدا میکنن، گاهن یه جملاتی رو میگن تو وادار میشی بخندی، تو اوج درده ها، اون جمله نامفهومه، اون جمله اصلا نباید گفته بشه، ولی انقدر شیرینه و انقدر خودشونن وقتی میگن، تو ناخودآگاه وارد اون خلق ارتباطی که اون فرد اوتیسم با تو کرده میشی. نه، تمام زندگی ما با خانواده های اوتیسم، من اینجا شاید بخوام یک جنس خاطره رو بگم، از این جنس که شاید باز تو اوتیسم فقط این رو میبینیم ما. شما یه جایی تو حوزه آسیب کار میکنی، تو حوزه سلامت کار میکنی و یه تشکر و تقدیر و دست شما درد نکنه هایی هم حتما میشنوی. تو حوزه اوتیسم گاهن انقدر اون شدت درد و آسیب رو خانواده زیاده که تو هر چی میدویی باز احساس میکنی کم داری میدویی و باز احساس میکنی که اون رضایتمندی رو در جامعه هدف نمیبینی و تو دائم داری با خودت فکر میکنی که چه بکنم که گروه هدفم نفسی بکشه و بگه خدا رو شکر و دستت درد نکنه. گاهن حتی ما هم در حوزه مدنی نیازمند این خسته نباشید گفتنها هستیم و شاید اینو اینجا نباید میگفتم، ولی اینجا گفتم برای اینکه بدونن عزیزانی که میخوان وارد این جنس حیطه ها بشن، باید بدونن که هیچ دریافتی نخواهند داشت از هیچ جا، فقط باید تمرکز کنن روی هدفی که هست و روی اون تا وقتی که اوتیسم هست تو هم هستی، شاید رو این قسمت. خیلی هم عالی، ممنون از شما، متشکر. در خدمت خانم صالح غفاری بودیم. خانم صالح غفاری که یک سیستم ایجاد کردن برای جامعه اوتیسم کشور. حالا اینکه این سیستم اکوسیستم هست یا نه باید راجبش فکر کنیم. ممنون.